ضمن عرض سلام و احترام و همچنین رعایت وقت تذکر داده شده توسط ادمین محترم، این بار میخواهم به چند شگرد باندهای حاکم بر ایران که خودمان هم ناخواسته در آن دخیلیم اشاره کوتاهی داشته باشم. طی مدتی که مذاکرات هسته‌ای در کشور مدافعان ظاهری حقوق بشر و پرچمداران مبارزه با تروریسم جریان داشت، بالای 2000 انسان از زن و مرد و از پیر و جوان در ایران تحت حاکمیت پاسداران جهل و جنایت اعدام شدند. همین اواخر باندهای جهل و جنایت حاکم بر ایران از یک سو می‌خواستند با اعدام‌های گسترده زهر چشمی از مردم به سطوح آمده داخل کشور بگیرند تا بعد از امضای توافق هسته‌ای زحمتکشان و محرومان ایران زمین که محتاج شام شوند نپرسند که چی شد؟ شما طی چند دهه گذشته میلیاردها دلار از حق و حقوق ما را صرف هزینه این دیک‌ها کردید و تا دیروز حق مسلم ما بود و امروز سیمانهایی که باید برای ساختن یک چهاردیواری برای بی سرپناهان به کار رود برای پر کردن این دیک‌ها به کار رفت و تازه ما باید برای میلیاردها دلار از دست رفته جشن هم بگیریم. از سوی دیگر نمیخواستند که این اعدام‌ها در خارج کشور بازتاب یابد و چهره نظام که در حال مذاکره و نزدیکی با غرب بود را با چنین اقدام ضد انسانی خراب کنند. برای جلوگیری از بازتاب این اعدام‌ها فرمان سگ‌کشی وحشیانه و دلخراش، آن هم نه با نام نیروهای سرکوبگر مثل بسیج، سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و امثال هم، بلکه با نام مأموران شهرداری را صادر کردند و در کنارش ده‌ها کمپین حمایت از سگان ولگرد و مبارزه با این اقدام وحشیانه در شبکه‌های اجتماعی فعال شدند که افکار عمومی نه به اعدام صدها و شاید هم هزاران انسان بلکه به کشتار سگان ولگرد منحرف و آن هم به حساب مأموران شهرداری نوشته شود. به اندازه کل انسان‌هایی که در همین مدت کوتاه اعدام شدند، کمپین حمایت از سگان ولگرد به طور تمام وقت فعال بودند و در اکثر رسانه‌ها هم پوشش داده شد، در صورتی که کل سگان ولگردی که کشته شدند به مراتب کمتر از انسان‌هایی بود که در همان مدت به ناحق اعدام شدند. هموطنان عزیز، بی تردید احساس و عواطف یک انسان سالم او را وامی دارد تا به کشتار و یا اذیت و آزار حیوانات توسط این انسان نماها واکنش نشان دهد و مانع این عمل شود. اما باید به این نکته توجه داشته باشد که جنایت بزرگتر از آن تحت شعاع عملش قرار نگیرد. نباید کاری کرد که اخبار اعدام صدها انسان در زندانهای رژیم جای خود را به کشتن سگان ولگرد در بیابان و حاشیه شهرها دهد و خبر اعدامهای مردم به سطوح آمده میهنمان در جهان بازتاب نداشته باشد. مسئله دیگر قرآن سوزی و انتشار وسیع آن در شبکه‌های اجتماعی است. قرآن سوزی، اسلام ستیزی، اهانت به پیامبر اسلام و امامان شیعه صرف نظر از این که توسط چه کسانی انجام می شود خط و خواسته باندهای مافیایی حاکم بر ایران است و به چند منظور صورت می گیرد. چه بخواهیم بپذیریم و چه نخواهیم، حداقل بالای 60% مردم ایران به اسلام اعتقاد دارند و حتی اگر به شعائر اسلامی هم بی توجه باشند، منظورم این است که نماز نخوانند و روزه نگیرند، حتی سر میز شامشان شراب هم سرو شود، نسبت به مقدسات خویش حساسند و از توهین به مقدساتشان ناراحت، آزرده و از قدرت گرفتن چنین افرادی وحشت پیدا می کنند. لذا نظام با چنین کارهایی می‌خواهد به این طیف القا کند که اگر نظام جمهوری اسلامی ساقط گردد، قرآن سوزان و اسلام ستیزان به قدرت خواهند رسید، پس با ما بمانید که چنین نشود.
نظام جهل و جنایت حاکم بر ایران از جانب اسلامی که با بنیادگرایی مبارزه کند و سکولاریسم را بپذیرد احساس خطر می کند. بدین خاطر با اقداماتی که برشمردم می خواهد طیف دیگر را از اینان برحذر دارد و یا بر علیهشان بشوراند که تا حدودی هم موفق بود است. سرگرم کردن درصد بالایی از ایرانیان به محیط زیست و ایجاد کمپین‌های متعدد برای حفاظت آن یکی دیگر از شگردهای باندهای مافیایی حاکم بر ایران است. از گذشته‌های دور بر روی رودخانه‌ها پل می‌زدند تا مناطق را به هم وصل کنند و به عبارتی رفت و آمد و یا صادرات و واردات مناطق مختلف امکان پذیر گردد. اما خمینی صفتان به جای احداث پل بر روی رودخانه‌ها و یا مرمت پل‌های ساخته شده توسط نظام‌های پیشین با بی‌توجهی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را خشک کردند که نیازی به اختصاص بودجه از درآمد ملی کشور برای احداث و یا مرمت پل‌ها نباشد، از زمین آن هم استفاده‌های دیگر گردد تا پول کلانی به جیب بزنند، دغدغه، فعالیت و اذهان مردم به سطوح آمده از جهل، جنایت، فقر، فحشا، اختلاس‌های میلیاردی و فجایع دیگر را به بی‌آبی، کم آبی، از بین رفتن مراتع و خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها معطوف دارند و تازه هیاهوی ما موجب گردد که بهانه برای اختصاص بودجه کلان داشته باشند و شرایط و موقعیت بهتری برای اختلاس آنان فراهم شود. هموطنان عزیز، تا زمانی که این نظام جهل و جنایت بر ایران و ایرانی حکم می‌راند، هزاران کمپین فرهنگی، محیط زیست، حمایت از کودکان بی سرپرست، مقابله با سگ‌کشی و کمپین‌های از این دست هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. اگر همه این انرژی، هزینه و امکاناتی که صرف چنین کمپین‌هایی کردیم را در راستای سرنگونی این نظام به کار می‌گرفتیم، مطمئناً سالها پیش رژیم ساقط شده بود و ما ضمن رسیدن به آزادی با مشکلات فرهنگی، با پدیده خشک شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، با اختلاس‌های میلیاردی، با کارتون خواب‌ها، با کودکان بی سرپرست، با دختران فراری، با اعتیاد، با فقر، با فحشا، با اعدام‌های روزافزون و با هزاران مشکل و فجایع دیگر که در حال حاضر با آن دست به گریبانیم مواجه نبودیم. پس شعار من سیاسی نیستم و کار فرهنگی میکنم، من سیاسی نیستم و در راستای محیط زیست فعالم، من سیاسی نیستم و کار حقوق بشری میکنم، من سیاسی نیستم و با انجمن حمایت از حیوانات کار میکنم و غیره رو کنار بگذاریم و بگوییم تا این نظام قرون وسطایی در قالب هر باند و جناحی بر ایران حاکم باشد، نه تنها هیچ مشکلی حل نمی شود بلکه روزانه بر آن افزوده خواهد شد. باید گفت که ما خواهان سرنگونی این نظام جهل و جنایت هستیم و باید برای تحقق آن گام جدی و مؤثر برداریم و خودمان هم در این اقدام ضروری و به واقع مهم پیش قدم شویم. باشد که چنین کنیم. از اینکه به صحبت‌هایم گوش کردید سپاسگزارم. پایدار باشید. ما را اگر سر به تن نمیخواهند، گو نخواهند سرت سلامت، سرت سلامت. آسیب است و دور سر آنجا بر تن ما گواراست که تو بر بام بودن باشی، که تو بر بام بودن باشی. ما را اگر سر
سر به تن نمیخواهند گو نخواهند گو نخواهند سرت سلامت سرت سلامت پس هراس از تو دور فریب از تو دور دروغ از تو دور جهل از تو دور و در مقابل فهم با تو عشق با تو فهم با تو عشق با تو آینده و آزاد ایران ما ایران ما آینده و آزاد ایران ما ایران ما ما را اگر سر به تن نمیخواهند گو نخواهند گو نخواهند سرت سلامت سرت سلامت